First customer of the day, guys. First customer. آتش، اولین ابزار بشر. این اولین پیشرفت ما بود. ما از اون برای بقا استفاده می‌کردیم. چرخ، دستگاه چاپ، برق، کامپیوتر. هر نوآوری به ما وعده آزادی میداد. هر کدومشون به ما قدرت میدادن. اینترنت اومد و بعد گوشی‌های هوشمند. هر چیزی که نیاز داشتی در جیبت بود. اما یه چیزی تغییر کرد. شبکه‌های اجتماعی متولد شدن و دنیا برای همیشه تغییر کرد. و تو تبدیل به محصول شدی. اونها ترس‌ها، خواسته‌ها و ضعف‌ها تو یاد گرفتن. این سلاح قرن 21 نه گلوله، نه بمب، نه خونریزی، فقط الگوریتم‌ها. بدون حمله مردم رو تسلیم کردن. بدون جنگ مغزها رو فتح کردن. فقط با اسکرول کردن. جنگ تموم شده. اونا برنده شدن. مگه اینکه بیدار شی. مگه اینکه مقاومت کنی. از آتیش به آزادی، از آزادی به اسارت و از اسارت به قبیله برگرد.